تو سال 2003 باستانشناسا تو یکی از مناطق انگلستان یک کشف عجیب کردن. 39 تا سکه طلای بلژیکی از قرن اول پیش از میلاد که تو استخوان پایه گاو قایم شده بود. این گنج که بهش میگن گنجینه سیجفورد نشون دهنده تجارت و ارتباط فرهنگی بین بریتانیا و اروپا تو عصر آهنه. سکه ها با نقش و نگارهای قشنگ مثل اسب و نمادهای مذهبی از طلای با کیفیت ساخته شدن و این سوال حسابی ذهن پژوهشگرا رو درگیر کرده که چرا تو استخوان گاو قایمشون کردن. اینکه چرا سکه ها رو تو استخوان گاو جاساز کردن چند تا نظریه داره. یکی اینکه شاید واسه قایم کردن از دزدا بوده، چون استخوان یه چیز خیلی معمولیه و کسی بهش شک نمیکنه. یه فرضیه دیگه میگه شاید اینا نذر خدایان بودن، چون تو اون دوره رسم داشتن اشیاء با ارزش رو واسه قربانی دفن کنن و گاو هم تو فرهنگشون خیلی مهم بود. یه نظریه دیگه هم میگه شاید این سکه ها غنیمت‌های جنگی یا هدیه‌های سیاسی بودن. به هر حال استخوان گاو هم جای امن و باحالی بوده، هم شاید یه معنی نمادین داشته باشه، چون گاو منبع غذا و کار بود.